سلام دوستان، امیدوارم هر جا که باشید حال دلتون خوب باشه. من فردین هستم. امروز اومدیم با هم بریم این شاتگان M590 جدیدش که اومده داخل گردونه رو بگیریم، بریم تستش کنیم. بعد سمیه شنیدم اصلا خیلی یزیده، خیلی پلیسید. بریم با هم دیگه شاتگان رو بگیریم و با هم دیگه تستش کنیم. ممنون میشم دکمه ساب، لایک چنل رو بزنید و از ما حمایت کنید، خیلی ممنون میشم. بریم برای گرفتنش و بعد تستش. شاتگان رو گرفتیم ولی خب این شاتگان از شانس بد ما باگ شد و فیلمش نیست در خدمتمون. فیلمش نیست ولی ما با اسپین آخر گرفتیمش. شانس بدمون فیلمش پرید. خب مشکلی نداره، مهم اینه که گرفتیمش. الان بریم یه تستش کنیم ببینیم چطوره. شاتگان خوبیه، شاتگان بدیه، شاتگانیه که مخصوص فشار دادن نیست. نوشته 2 خط موومنت اسپید، یعنی این حال دویدن عادیه، دارید میبینید خوب میدوه. سرعتش هم اینطوریه، با این سرعت اوکی. بذارید من طبق رکوردنم اوکی کنم. 52 53 54 55. خب تا رسیدم به اینجا 4 ثانیه از اینجا تا اونجا. خب با این بدویم همون 4 ثانیه شد. واقعا چیز خفنیه، اصلا انگار گان تو دستتون نیست وقتی باش دارید راه میرید و میدوید. مخصوص کسایی که وست رو داغون میکنن. واقعا شاتگان خوبی. بریم داخل تمرینی باش یک کم وست بزنیم. از اونجایی که معلومه دوستان سایتش سایت سیاهیه. به نظرم اگه M590 بازدید حتما برید بگیرید، چون واقعا میارزه. من خودم میگم میارزه، چون اصلا هم اسپینش قشنگه هم سرعتش خوبه. اصلا انگار گان تو دستتون نیست. همینطور که میبینید دمیج 105 تا، یعنی دو تیر کلن طرف رو ناک میکنه. با وست 2 هم هستش که 105 تا، چون یه خط مخصوص به وسته و خیلی بد کاره میکنه. به نظر من حتما بگیرید. دوستان من داخل ویدیوهای قبلیم آموزش بهترین تنظیمات آپدیت جدید برای هدشات برای گوشی شیائومی گذاشتم، ولی اگه خواستید تنظیمات موبایل خودتون هم براتون ارسال کنم داخل چنل تلگراممون که به همین اسم چنل یوتیوبمون هست ساب کنید. ما اونجا به من پیام بدید، من خودم براتون تنظیمات مدل گوشیتون رو براتون پیدا میکنم. بهترین تنظیمات رو براتون پیدا میکنم تا بهترین کارایی و کاربرد رو داشته باشید. ولی یه چیز بد شده داخل آپدیت جدید M590 اینه که تیراش جا میمونه. قدیم اصلا تیر جا نمیمونه. الان یارویی که داره موومنت میده میدوه، تیر M590 پشتش جا میمونه. نمیدونم میفهمید نه، ولی وقتی میدوه تیر جا میمونه توی بعضی از موومنت های نزدیک منظورمه. بریم باش هد بزنیم ببینیم هد زدنش چطوره. به خوبه. اصلا فقط وست حال میده باشه. با این گام وست رو پاره میکنی، اصلا دیگه تو وست میشی بهترین پلیر جهان. بشین پاسات تمرینی دشمن یزید باشه. ای بابا. خب دوستان اینم از این. قرار بود به کامنتی که زیر
پست قبلی یوتیوبمون گذاشتیم ما جم هدیه بدیم. الان میریم قرعه کشی میکنیم با هم دیگه. قرعه کشی من بلد نیستم، پس به صورت شانسی باید کامر تا رو بچرخونم شانس چشم بسته دستمو بزنم روی یکش. خدا سرساده شانسی باید بیفته، من چیز دیگه ای بلد نیستم. حالا بریم ببینیم چی میشه که باشه. نوبت قرعه کشی سر و درجم آخرین پست یوتیوبمونه. من رفتم تمام کسایی که داخلش کامنت گذاشتن رو دونه دونه با مخففای اسمشون، مخففای اسم کوچیکشون برداشتم. از اونجایی که تعداد کامنت ها کم بوده رفتم کامنت های ویدیوی قبلی من پیدا کردم که 2-3 نفرم از اون پیدا کردم. ماشاءالله بچه ها کمن ولی تعداد کامنت هاشون خیلی بالاست. گفتم اگه اینطوری باشه احتمال اینکه در بیان کمه. اومدم چیکار کردم؟ اومدم اونا رو نوشتم اینجا و الان قراره بچرخونم نفر اولو. بله آقا ابوالفضل خودمونه. آقا